سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، میخوام در این برنامه درباره یکی از ورزشکاران نامدار کشور که چند روز پیش مسابقه داشت برای شما کمی هم باشد معلومات بدهم. چند روز پیش یکی از برادران ما و شما با نام کامل کراته یا کامل کراته که در تمام دنیا مشهور است مسابقه داشت در دولت قزاقستان در شهر استانه بود یا در شهر الماتی. دوستان عزیز، در این برنامه، در این شب نبرد یا که در این مسابقه، این برادری ما و شما با یکی از رقیبان سرسخت خود که از جمهوری برادری ازبکستان می باشد مسابقه کردند. در این مسابقه با آرای بیشتر یا با آوازهای بیشتر کامل کراته برنده این مسابقه گشت. و دوستان گفتن امارات کامل کراته حال فعلا در تاجیکستان است، اتیزان برگشت و از او خیلی هم در میدان هوای استقبال خوب، گرم و صمیمی گرفته شد و با گفتی بعضی خبرها که به ما رسید شاید برای کامل کراته در شهر دوشنبه خانه تحفه کنن یا 2 حجرگی یا 3 حجرگی. خیلی هم این اقدام خوب است. ما طرفداری میکنیم که همچون ورزشکارهایی که در سطح بین المللی از طرف تاجیکستان برآمد میکنن یا که مثلا هنرنمایی میکنن قدردانی شوند و دستگیری کرده شوند که چون موتیویت شود یا مثلا برای دیگر ورزشکاران یک تکان شود که آنها هم در بازی‌های خود در مسابقه‌های خود خوب بدرخشند یا مسابقه خود را خوب هنرنمایی کنند و پیروز شوند. یک موتیویت، یک کار اقدام خوب است. درباره کامل کراته بعضی جاهایی که مثلا گفتم خیلی اطلاعات کم است، اما من میخوام که در این برنامه چند از چیزی که من پیدا کردم در این برنامه به شما معلومات بدهم و بریم با هم یک جای تماشا کنیم چند نوارهای این برادر را که در شب نبرد در این مسابقه پیروز گشت. و نگفتن امانو دوستان عزیز، به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی رو برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های دیگری ما نیز گردید. این برنامه در کانال یوتیوب ما پخش می‌گردد و شما می‌توانید کانال ما را پیدا کنید و این برنامه را تماشا کنید. و دوستان نگفتن امانو بریم با هم یک تقیم روی کردن. خدا راستی میدهش خیلی از تست اثر میپرن دیگه. بریم با هم تماشا کنیم این برنامه را. دوستان عزیز، این پیروزی را اصلا میخوام با خودی برادر کامل کراته و با کماندش و با تیمش تبریک بگویم و خدا کند که همچنین پیروزی ها بیشتر شود و با چی میگن با لیگ بهتری دنیا UFC دعوت کرده شود و در آنجا هم با قراردادهایی که UFC دارد قرارداد بسته کند و در آنجا هم هنرنمایی کند. و دوستان گفتن امانت چنین پیروزی هایی که هر یک هموطنی ما در دولت هایی که مثلا دنیا میروند هنرنمایی میکنن و پیروز میگردن، با فکرم نه تنها من بلکه تمام تاجیک‌ها که بیرون مرزی هستند در خارج کشور زندگی دارن یا که در غریبی هستند این گونه پیروزی ها و این گونه چرا ببینن غلبه ها را خیلی هم خرسند و شاد میگردن. مخصوصا برای ما خیلی ضرور است همچنین غلبه ها، همچنین پیروزی ها هم قوه جسمانی میگیریم هم قوه روحی میگیریم. خیلی برای ما این چیز همچون باد و هوا ضرور است. و بازم برادر کامل کراته غلبه نوبتی مبارک باشد. دوستان عزیز، جالبی ده چیه که انشالله در فرانسه چند مثلا بچه هستن خیلی ورزشکارا رو دوست می‌دارن. به اون خاطر فردا یکی از برادران ما و شما ضیافت درست است و نصیب باشه میریم همه کسا فردا خانه برادر هم مهمانی هم به خاطر کامل کراته یک ضیافت تاجیکانه آراسته است که انشالله ما اجازه بده اگر صاحب خانه نوار میگیریم و به شما پیشکش میکنیم و ببینید که در همه جا چقدر یک ورزشکار تأثیری مثبت میرسونه برای مردمش. خیلی خرسند میشن، خیلی خوشحال میشن و برای یک مثلا با بهانه یک غلبه یک چی سر یک دسترخوان جمع میشن و با هم بشینن صحبت میکنن. با اون خاطر دوستان عزیز در هر جا که باشین ورزشکاران دوست بدارین، ورزشکاران حمایت کنین، ورزشکاران چی میگن طرفداری و مثلا چیشان کنین که
راه افتاده نشوند، موتیواسیون بگیرن و دلشی بروند با چیزی نظررس نایل گردند. و دوستان عزیز نگفتن امانت، خدا کنه که اگر کامل کاراته هم خیلی باید و پیروزی بیانجامه، شاید که او هم با لیگای برتری دنیا یا که با لیگای بهترین دنیا UFC هم راه پیدا کنه و در اونجا هم چند گفتی گپا که باید چند مسابقه برگزار کنم. و ما هم دعاگاه هستیم برادرها که برادر کامل کاراته هر چه زودتر و لیگای برتری دنیا راه پیدا کنه و ما را از مسابقه و پیروزی های خود خوش خرسند کنه و نصیب باشه فردا میریم خانه برادر. با ما بمانید. سلام دوستان عزیز، بازم خوش آمدید با برنامه نوبتی ما. دوستان عزیز، دینا چنانچه خبر تو کردیم، امروز آمدیم به خانه برادر که یکی از بالشک‌های برادر کامل کاراته می باشد. آمدیم ضیافت درست به خاطر غلبه‌ای که برادر در شهر آستانه قزاقستان داشت. نوش نعمت‌ها بهر برادر فرمایش داده است یا که آماده کرده است. نصیب باشد چند دقیقه بعد ان شاء الله ما خوردن سر میکنیم و با کامل کاراته گفتنیم که برادر تسته و هر چیز زودتر و بیشتر غلبه به دست بکنیم ما عیشات خود در فرانسه بخریم در حق دعای دولت کنیم. بازم این برادر یک شوخی بود، بازم برادر مبارک باشه غلبه نوبتی. منتظر غلبه های بعدی هستیم. با شما هستیم به شوی فرانسه.